شعاری نداشت. امروز این حزب سراسر پر شعار پر از آزادی پر از برنامه است و میتونه اینها مردم متحد کنه، متشکل کنه، سازمان بده و این رژیم به زیر بکشونه و خواست در حق مردم متحضر کنه. خیلی ممنونم از اینکه به من فرصت بدید که صحبت کنم. خیلی متشکرم از تماسی گرفتین و صحبت‌های خوبی کردین، صحبت‌های افشا کننده خوبی کردین در مورد دانشگاه جنبی شاپور اهواز و جنایت جمهوری اسلامی در اردیبهشت 59 در اهواز. کانال جدید بحثمون در مورد انقلاب فرنگی سال 59 هست. بفرمایید. الو اصغر کریمی عزیز، سلام علیکم. من ایرجم از ونکوور، ایرج عبداللهی هستم از ونکوور زنگ می‌زنم. حال شما چطوره؟ خیلی متشکرم تماس گرفتین. قربان شما. من دانشجو نبودم ولی دوست دارم که خاطرم از دبیرستان عشایری شیراز که توی خیابون معدل واقع شده بود و این دبیرستان به حساب یکی از دبیرستان‌های ممتاز شیراز بود و میتونم بگم به تمامی دانش آموزای این دبیرستان نبضشون با دانشگاه پزشکی شیراز که هم تقریبا پشت به پشت بودن این دو تا دانشگاه میزد و توی اون روز درگیری که به حساب شروع شده بود، این با اولین لحظه اعتراض تمامی یا بیشتر قریب اتفاق دانش آموزای این دبیرستان به کمک خوابگاه دانشکده پزشکی رفتن که به همون خاطر بعد درگیری به حساب کشیده شد به این وقتی که اونا به حساب دیگه تا اونجا که تونستن زدن و زخمی کردن دانشکده پزشکی رو و خوابگاه رو تقریبا دیگه خالی کردن، به حساب حملهشون رو ادامه دادن یا به هر حال تصور میکردن که اینم بخشی از دانشگاه هست و توی اون دبیرستان که توی اون خوابگاه من واقعا اونقدر وقتی که هنوز یادم میاد اونقدر کشته ندیدم ولی اونقدر زخمی و لطپار توی اون خوابگاه دیدم که اصلا قابل توضیح نیست واقعا. ولی یادم دو تا از سرکرده این باندای سیاه به حساب یکیشون بود که این خیلی مشهور شده بود دیگه تو شیراز، یکی دیگه شون هم یه بابایی بود به نام خلیل زرغونی که اونو اتفاقا بعد از اون حادثه یعنی تابستون اون موقع من موقعی که به زندان افتادم برای یه مدتی اونجا دیدم که زمینی که توی اون درگیری بود یکی از مسئولای زندان عادل‌آباد بند 4 هم شده بود، همون خلیل زرغونی. ولی چیزی که جالبه که یعنی به نظرم واقعا اومد، به نظر من تصمیم رژیم فقط به خاطر این نبود که به خاطر که دانشجو از نظر ایدئولوژیکی واقعا باهاش سازگار نبودن، بلکه کاملا معلوم بود که دانشگاه حائل شده بود بین هجوم فاشیستی رژیم به مردم. به عنوان مثال مثلا تو اون روزا تمام اخبار خبرنامه‌های کردستان، درگیری‌های کردستان در عرض 48 ساعت با وجود امکانات بسیار کم تو تمام شهرستان استان فارس پخش می‌شد و مردم در جریان قرار می‌گرفتن و حتی مثلا حمله‌ای که اوباش حزب الله به جنگ‌زده‌ها می‌کردن، دانشجوها و دانشجوی مبارز بودن که حائل می‌شدن و تلاش می‌کردن که بین هجوم اینا و مردم، یعنی در واقع هدف اصلی رژیم مردم بود، ولی چون دانشجوها بین اولین نوک کوی یقی بودن حمله رو از اونجا شروع کردن. بسیار ممنون. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین تماس گرفتین. بله، گوشه ای از واقعه رو در شیراز بازگو کردن که تو اون سال مؤسس دبیرستان عشایری بودن در شیراز. دوستمون و دوستان دیگه میتونن بیان از شهرهای دیگه بگن. نوروز خونین سنندج سال 58 بود اگه اشتباه نکنم و جمهوری اسلامی یه حمله کرد، با مقاومت جانانه مردم مواجه شد. بعداً به دنبال اون بعداً یه تحسن بزرگی در سنندج صورت گرفت که بسیار توده‌ای و وسیع بود. منتها اینور در تهران دانشجو افشاگری میکردن، ماهیت جنایتکاران اون جنگ رو مردم توضیح میدادن، میگفتن رژیم داره دروغ میگه، این که میگه مردم کردستان و گروه ها و اینا وابسته بعث و اینا اصلا اینا همش واسه توجیهی، واسه حمله به مردم کردستان. به ویژه رژیم هیچ پایگاهی در کردستان نداشت، فقط میتونست از طریق هجوم نظامی مقاومت مردم رو در هم بشکنه و دانشگاه کار رژیم رو
مشکل میکرد. بلافاصله خبرنامه ها و اطلاعیهایی که از کومله اون موقع که سازمان کمونیست بود در کردستان و بسیار توده‌ای در تهران و شهرستان‌های مختلف پخش میشد و رژیم مجبور شد جلوش می‌خواست اینجوری بگیره. در نتیجه دانشگاه‌ها رو زدن و بعد حمله اساسی‌تر به کردستان شروع کردن. کانال جدید بفرمایید. سلام آقای اصغر کریمی، من پیام آذر هستم. سلام پیام آذر عزیز، حال شما چطوره؟ ممنون، زنده باشید. بفرمایید در مورد انقلاب فرنگی سال 59 بفرمایید. بله من خواستم بگم که یکی از همون شاهدان عینی این بله. انقلاب کذایی بودم. کجا بود این قضیه؟ شما کجا بودین اون موقع؟ من تو تهران بودم. سه شبانه روزی که خیابون 16 آذر و اطراف دانشگاه تهران بله. جنگی بودش که از طرف خمینی و یه سری دکترای حزب اللهی، دکتر جاسی و سروش و بنی صدر و مجموعه اینا به اضافه دفتر تحکیم که با هم دیگه دست هم گذاشته بودن و میخواستن اون دانشگاه رو که سنگر آزادی بود تبدیلش بکنن به دانشگاه اسلامی. بله. شما چی دیدین؟ تو اون سه روز که اونجا بودین چی دیدین؟ مشاهدتون چی بود؟ تو اون مدتی که ما اونجا بودیم همش درگیری بودش. بله. درگیری که تمام حزب اللهی‌ها دانشگاه رو محاصره کرده بودن، ما رو محاصره کرده بودن و هی حمله میکردن با سنگ و چوب و چماق و ما مقاومت میکردیم در مقابل این مسئله، برای اینکه نمیخواستیم دانشگاه رو بذاریم که به همین راحتی رو از دست ما بگیرنش. بعد مسئله که بودش، مسئله خیلی مهمی بودش که اینکه سازشی که توی این قضیه داشت صورت میگرفت اون جریان. خب من خودم شاهد بودم که اون موقع یه سری از یه بخشی از فدایی‌ها در تلاش این بودن که دعوت میکردن به آرامش، دعوت میکردن که باید رفت مذاکره کرد و نهایتاً هم روز سوم این کارو کردن و رفتن با بنی صدر نشستن پای میز مذاکره و در حقیقت دانشگاه دو دستی تقدیم نیروهای حزب اللهی کردن و ما هم که سرکوب شده و سر و دست شکسته و زخمی شده برگشتیم. ولی این به معنای این برگشتن باز پس دادن دانشگاه نبود. این نبودش که ما دانشگاه رو در اختیار اونا قرار بدیم، این نبود که ما آزادی رو بخوایم از دست بدیم. تلاش زیادی داشتیم توی این راستا و این که سال 60 به دعوت سازمان دانشجویان و دانش آموزان تیکا 31 فروردین سال 60 بودش که دعوت به راهپیمایی شده بود برای به مناسبت بزرگداشت 59 فکر می‌کنم، یک سال بعد از اون واقعه اگه اشتباه نکنم. 31 فروردین سال 59. بله بله درست. 59 که اون اتفاق انفجار نارنجک افتاد که من خودم شاهد عینی قضیه بودم. بله. و وقتی که راه افتادیم از خیابون 16 آذر که وقتی که میرفتیم جمعیت به هم فشرده‌ای بودیم که تو این تظاهرات شرکت کرده بودیم. بعد توی اطراف خیابونم تو پیاده‌رو هم حزب الله، نیروهای حزب اللهی جمع و جور شده بودن و آماده این بودن که حمله بکنن. تو همین صحنه بودش که من در حالی که داشتم با این رفقایی که کنارم بودن راه میرفتیم توی این سطح تظاهرات همچنان مواظب بودم ببینم تو پیاده رو مثلا اینا حمله میکنن نمیکنن. تو این صحنه بودش که من یه لحظه دیدم یه جوونی یه چیزی مثل توپ ول کرد توی جمعیت و اون لحظه نمیدونستم چیه، ولی بلافاصله صدای انفجار اون باعث شدش که شروع کنیم به فرار کردن. من دقیقاً یادمه که یه رفیقی پشت سر من بودش، یه رفیق دختری بود پشت سر من که این از پاشنه پاش تا خود سرش همینجوری ساچمه ردیفی خورده بود و یه رفیق دیگه کنارم بودش که بازم اینم همینطور ساچمه خورده بود بهش و یه دختری هم پشت سرمون بود که افتاده بود رو زمین و خونی بودش که اون دختری که پیش من بودش رفیق من بودش. اینو بچه‌ها سریعا از صحنه بردنش بیرون و البته بردنش دیگه که از این خونه ها برای اینکه چیز نداشت نتونستن ببرنش بیمارستان بردن توی خونه. بعد از چند روز از من خواستن که اینو ورش دارم ببرنش چون گفتن خونه ناامن شده و من مجبور شدم اونو بردارم ببرمش یه جای دیگه که بعد پزشک آوردم بالا سرش و ساچمه ها کاملا زیر پوستش مشخص بودش، اصلا
آقای